سلام دوستان، دانیالم و خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قسمت دوم آموزش پریمیر 0 پریمیر رو با هم داریم. امروز قرار خیلی چیزای جذابی یاد بگیریم. در جلسه قبل یاد گرفتیم پنل‌ها چی ان، چجوری کار میکنن، یه پروژه جدید رو چجوری باز کنیم و همچنین دسترسی داشته باشیم به پروژه قبلی. پنجره افکت رو با هم مقدار نگاه کردیم، پنجره پروژکت رو با هم نگاه کردیم. امروز قراره بریم سراغ یک سری بحث جذاب که باعث میشه روند کارتون فوق العاده سریع بشه و بتونید یه مقدار بیشتر با فضای پریمیر آشنا بشید. خب بریم تو فضای پریمیر تا با هم دیگه شروع کنیم. بحث اولی که میخوام بهتون توضیح بدم یه بحث جذابه به اسم اتوسیو. اتوسیو چیه؟ اتوسیو بخشی از پریمیره که شما میتونید بهش زمانبندی بدید تا کاراتون رو سیو بگیره. برای انجام این کار باید برید تو پنجره ادیت و گزینه آخر و اینجا اتوسیو رو سلکت کنید. وقتی پنجره باز میشه با یه همچین تصویری روبرو میشید که بالا میزان تایم ادیت شماست. یعنی چی؟ یعنی من به این میزان زمان دارم تا سیو بعدی من گرفته بشه و پایینش تعداد لایه هایی که برای شما روی سیو میچینه. یعنی شما 20 بار میتونید لایه اول سیو کنید و تغییرات رو داشته باشید. بعد از اون تغییرات از صفر اعمال میشه. یعنی من اگه 20 بار اتو سیو بگیرم بعدیش از دقیقه 20 شروع میشه، دیگه دقیقه اول نیست. به صورت معمول فکر کنم برای شما روی 15 یا 10 بیارینش روی 1، چون احتمال داره برق بره، احتمال داره اتفاقات دیگه بیفته، سیستم کرش کنه یا هر چیز دیگه. به خاطر همین اینو میذاریم روی 1 دقیقه و اوکی میکنیم. تموم شد و رفت. بخشایی که داریم به اسم فریم شناخته میشن. یعنی هر بخش جذابی که اینجا شما میبینید که من روش کلیک میکنم و این نوار آبی رنگ دورش گرفته میشه فریم نام داره. خب پنل های مختلفی داریم برای کارایی شما، برای اینکه شما بتونید کارآمدتر عمل کنید توی فضای پریمیر. خب پنل های مختلف به درد کارهای مختلف میکنن. پنل اولی که دارید میبینید پنل ادیت. یعنی چی؟ یعنی شما به صورت معمول توی این پنل هستید، نیاز نیستش که فکر کنید یا هر چیز دیگه. این پنل برای ادیت کردن. خب برای اینکه بتونید پنل‌های مختلفی رو باز کنیم تو فضای خودمون وارد پنجره ویندو میشیم، وارد زیرشاخه ورک اسپیس میشیم و اینجا ما چند ورک اسپیس داریم. ببینید. خب برای مثال من اگه روی کالر بزنم فضای ورک اسپیس من عوض میشه، فضای کار من عوض میشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما دسترسی داشته باشیم به پنل‌های دیگه. برای مثال من اگه روی این تصویر، روی این لایه کلیک کنم و بیارم روش، میتونیم رنگ این لایه رو دست بزنیم با این ابزارهایی که اینجا هست. ابزارها رو جلوتر بهتون توضیح میدم، چجوری ازشون کار بکشید، چجوری باشون کار کنید، چه تغییری اعمال بدید بهتره. همه اینا رو تیکه تیکه با هم جلو میریم. بحث بعدی که میخوام بهش بپردازیم بحث شناور کردن یک پنل، یک فریم. چجوری میتونید این کار بکنید؟ ببینید بعضی وقتا ما چند مانیتور کار میکنیم، 2 مانیتور، 3 مانیتور، و برای اینکه بخوایم پنلمون رو جابجا کنیم یه مقدار مشکل داریم. نمیشه درگ اند دراپ کرد و راحت جابجاش کرد. میشه ولی نباید کرد. یکی از کارهایی که میشه کرد کلیک راست کردن و گزینه آنلاک پنله. وقتی اینو میزنید این به صورت شناور هر جا که بخوای حرکت میکنه. برای اینکه برش گردونید سر جاتون فقط کافیه چیکار کنید؟ اسمش رو بگیرید و برش گردونید روی پنل. میتونید هر جای دیگه هم بذارید ولی خب برش گردونید سر پنل. خب اومد و ما دست زدیم و ورک اسپیسمون جابجا شد. خب ما دوست داریم ورک اسپیسمون برگرده سر جای خودش. باید چیکار کنیم؟ روی گزینه ویندو کلیک میکنید، ورک اسپیس رو میزنید و میاد پایین reset to save loaded. این رو که بزنید برمیگرده سر جای خودش. خب بعد از این ما باید بیایم یه ورک اسپیس برای خودمون بسازیم، سیوش کنیم و داشته باشیم. من راحتم که پنل پروگرامر من بزرگ باشه یا پنل سکونس من بزرگ باشه یا حتی پنل پروژکت من بزرگ باشه. ما میخوایم این پنل رو سیو کنیم. ویندو ورک اسپیس سیو تو نیو ورک اسپیس. وقتی روش کلیک میکنید یه همچین فضایی میبینید. میگه یه اسم انتخاب کن. ما اسمش رو میذاریم تست و اوکی میکنیم. و وقتی وارد پنجره ویندو بشید و توی ورک اسپیس برید براتون یک دونه گزینه به اسم تست اضافه میشه. بسیار هم
عالی. پس اینجوری میتونید به صورت شخصی سازی برای خودتون ورک اسپیس بسازید. خب بریم سراغ بعدی، حذف ورک اسپیس از فضایی که داریم. من الان نمیخوام این ورک اسپیس باشه چون منو گیج میکنه. باید چیکار کنم؟ میایم تو ادیت ورک اسپیس. وقتی وارد اینجا میشیم گزینه‌هایی که ورک اسپیس ساختیم هست، گزینه تست هم هست. ما میتونیم از اینجا حذفش کنیم ولی فقط یه شرط داره. نباید توی این ورک اسپیس باشید که بتونید این ورک اسپیس رو حذف کنید. پس چیکار میکنیم؟ میایم توی ویندو ورک اسپیس، میریم توی ادیت که به صورت عادی و پیش‌فرض باید باشه و از اینجا از ویندو و پنل ورک اسپیس تو ادیت ورک اسپیس میایم و روی گزینه تست کلیک کنیم، همونی که می‌خوایم حذفش کنیم و گزینه دیلیت رو میزنیم. به همین راحتی حذف میشه و دیگه تو پنجره ورک اسپیس شما نیست. خیلی هم راحت. بچه‌ها ببینید برای باز کردن و بستن یک پنل نیاز نیستش که شما از خارج بشید از پنل ادیتتون. میخواید یه پروژه جدید باز کنید و میخواید این پروژه قبلی بسته بشه. باید چیکار کنید؟ برای این کار میرید تو گزینه فایل، توی کلوز پروژکت یا مثلا با کلید شورتکات کنترل شیفت دبلیو میتونید کنید. وقتی کلوز رو میزنید برمیگرده به صفحه ورودیتون و دوباره شما میتونید از اینجا به گزینه تست برید و بازش کنید. حالا من میخوام این کارو بکنم و برگردم سر پروژه. هنوز یه وقت داریم برای اینکه کلاس بسته بشه این جلسه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم در مورد یک گزینه‌ای صحبت میکنیم که بتونیم هر پنل رو بزرگ کنیم. ما یک دکمه روی کیبوردمون داریم که بهش میگن تایپ که زیر گزینه اگزیت یا اکسپ. روی هر پنل که کلیک کنید با فشار دادن رو میتونید پنل رو کامل بزرگ ببینید و اگه میخواید دوباره برگرده سر جای خودش فقط کافیه همون دکمه رو یک بار دیگه فشار بده. این برای کجا خوبه؟ برای زمانی که تعداد لایه‌های من زیاده میخوام یه لایه رو پیدا کنم یا توی سکونس من تعداد لایه‌های چیده شده فوق‌العاده زیاده و من میخوام یه تغییراتی رو روی لایه‌ای بدم که اون بالای بالاه و نیاز دارم که ورک اسپیس هم اون فضا رو کامل ببینم. پس چیکار میکنم؟ میام از اون گزینه استفاده میکنم، پنلمو بزرگ میکنم، تغییراتمو اعمال میکنم و تمام میشه و میره. امیدوارم که از این آموزشم خوشتون اومده باشه. قرار روزانه براتون آپلود کنم. کانال تلگرام دارم که توی دیسکریپشن هست، دنبال کنید، سابسکرایب کنید. فایل های نمونه کار رو اونجا میذارم، میتونید باش کار کنید. در آینده خیلی قراره اتفاقای خوبی برامون بیفته. و پیج اینستاگرامی ما رو هم دنبال کنید، اونجا هم چریک و آموزش میذارم. یه سری اخبار خیلی مهمم هست که اونجا قراره آپلود بشه. دوستتون دارم، میبینمتون. لایک و کامنت و شیر یادتون نره. سابسکرایب کنید. ممنونم از حمایتتون. خدا نگهدار.